بدرفتاری و بداندیشی بعضی از نفرانی که خود را در میان مردم دیندار با تقوا وانمود نموده به عملهای غیر انسانی دست میزنند، وقتهای آخر خیلی زیاد به مشاهده رسیده نفرت و بدبینی مردم نسبت چنین اشخاص افزون گردیده است. از جمله از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی رقم 1 در ناحیه رودکی شهروند رحیم افغانی 75 ساله ساکن ناحیه رودکی جماعت سرکشتی دستگیر کرده شد که در نمود شخص سالم و دیندار به نظر می رسید. در اصل سرشت ناپاک و کثیف داشته نسبت دخترچه 11 ساله عملهای بداخلاقانه و شهوانی صادر نموده است. به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه رودکی مادر این طفل ناکام مراجعت نمود که هنگامی که او و دخترچه خردسالش در منزل استقامتی شهروند رحیم افغانی همچون اجاره نشین زندگی می کردند، هنگامی نبودن مادر در خانه این پیر بیخرد نسبت دخترچه نابالغ او 3 مراتبه چنین کردارهای بداخلاقانه و شهوانی را صادر نموده است. این دختر که شما از کجا میدونید کی میشه این دختر؟ این دختر خونه ما در کوارترم میشینه، اما اوشه آتش خطه یکی نیم سالش مخیانه خونه ما دایوای، اما هر روز پیش تلویزیون میشینم، پیش میبرم میشینم، پیش میبرم میشینم، تماشا میکنم میبرم میرم، هیچ نمیگفتمش. اگه کم چیزی کم کپیدم دام برام. چند مرتبه کردین کارم؟ 3 بار شده کم، یک بار بانیده، 2 بار هم بری جوانده، 3 بار هم کار کردیم. شهروند رحیم افغانی که در این سن و سال میباید خود تبلیغگری جوانان و نورسان به حلالکاری و پاکتینتی و نظافت و خیرات انسانی میبود، با این عمل بیشرفی دست زده است که اکنون او را ضرور است برای این عمل ناپسندش در نزد قانون جواب گوید. ما این حادثه رو نمیدونستم و همون کلینش اومد مگه گفت که خیلی حادثه شید، ما دیدم ولی از کس کسه و بزرگ باخ رفتم زمکون مگه گفتم گیگا کردن که خیلی حادثه شید باخ چه پسیم باخش ما دگاوزه جا تاکدسیمدم چی خونه رو تریمدم که عدس کشیده خونش درو برام کلینش دیده اترزه نگفته که یگون کسی گپ نزنه یگون چی نگفت؟ گفتی که چی گفت؟ تاگه ملیتا گپ نزنم تاگه گوزی نیفته دزمی برد ترما میکنه چند بار هم حدود شده بود؟ چند بار کرده میکنن؟ 3 بار. 3 بار هم؟ همین رفتار خودتون چه باقی میتید؟ اگه رفتار خودم وابشه اگه کار وابشه کردن در کار نبود اگه پشیمونمو اگه چه که همونجا خواتم دام از 6 تا هم دختر اگه کپیدم در که هم اگه شیطان فریبم کردمی چهلی شده که کپیدم. این زمان او به حبس پیشکی گرفته شده نسبتش کارهای تفتیشاتی ادامه دارد.